خب ما میخوایم الان این موتیف رو با همدیگه یاد بگیریم و با همدیگه ببافیم. این موتیف یکی از دو موتیفیه که باهاش میشه اون بولیز رو بافت. من اومدم از نخ مرسریزه به صورت 4 کلافی استفاده کردم به خاطر اینکه قطر بیشتری بگیره و شما بتونید خیلی راحت بافت رو ببینید و یاد بگیرید. ولی برای بافت بولیز از 4 کلاف مرسریزه استفاده نکنید، چون باید بافتتون نرم باشه. از کلاف کامبوهایی استفاده کنین که در صورتی که چند کلاف هم روی همدیگه قرار بگیرن باز هم بافتتون نرم و لطیف باشه. مثل همیشه اول یک گره کور ایجاد میکنیم. منتها گره‌ای که ایجاد میکنیم باید به صورتی باشه که از هم آزاد باشه، به این شکل. بعد 1 2 3 تا زنجیر میزنیم، یک دور دور قلاب وارد گره ابتدایی میشیم و پایه میزنیم. به این صورت 2 تا یک میکنیم. حالا یک دور دور قلاب دوباره وارد همون دایره بشید و به این صورت 2 تا یک کنیم. مجددا یک دور دور قلاب و دوباره 2 تا یکی کنین تا 12 تا. این 4 تا این 5 تا این 6 تا هفت تا 8 تا. اگر مثل من چند کلافی برمیدارین حتما دقت بکنین که توی همه مراحل کلیه نخ‌ها رو بگیرید و باهاش بافت انجام بدین. اگر یه موقعی حواستون نباشه و به جای مثلا 4 تا نخ 3 تا نخ رو بگیرین و باهاش بافت انجام بدین بافتتون خوب در نمیاد. خب منم چند تا شد، 1 2 10 11 تا و یکی دیگه 12. پس 12 تا پایه ایجاد کن به این صورت. خب حالا که 12 تا پایه ایجاد کردیم میایم و نخی که پشت کار داریم رو میگیریم میکشیم 4 تاش رو که این دایره اینجا سفت بشه. خب بعد از اون میایم میشماریم 1 2 3 سومین زنجیر ابتدایی کار رو وارد میشیم و به این صورت 2 تا یکی میکنیم. یه بار دیگه 1 2 3 سومی رو وارد میشیم و به این صورت 2 تا یکی میکنیم. یه همچین دایره ایجاد میشه. مجددا نخ رو بکشید محکم محکم بشه. خب حالا میریم برای رج بعدی. میایم و یک زنجیر میزنیم، زنجیرمون یک مقدار گشاد باشه. 1 2 2 دور دور قلاب دور میزنیم
میریم داخل زنجیری که زدیم و یه نخ میگیریم. الان روی قلاب ما 4 تا نخ وجود داره. شروع کنیم 2 تا یکی کردن و به اصطلاح پایه زدن. همه رو 2 تا یکی میکنیم، یه همچین حالتی ایجاد میشه. بعد این رو برمیگردونیم به سمت خودمون و بعد این پایه‌ای که الان باش کار انجام دادیم، زنجیریه که الان باش کار انجام دادیم، میریم توی زنجیر دوم وارد میشیم و به این صورت مجددا یک زنجیر میزنیم. یه همچین حالتی برای ما ایجاد میشه. خب این میشه گلبرگ های روی بافت ما. حالا میایم و دوباره میخوایم گلبرگ بعدی رو ایجاد کنیم. ما میخوایم 12 تا دونه گلبرگ داشته باشیم. یک، دو دور قلاب دور میزنیم، وارد همون خونه دوم میشیم، دوباره یه نخ میگیریم، 1 2 3 4 تا نخ الان روی قلابه. 2 تا یکی میکنیم، این یه دونه، این 2 تا و 3 تا. یه همچین حالتی که ایجاد شد برگردونیم به سمت خودتون، وارد سومی بشین، چون دومی ها که وارد شدین دیگه نمیتونین وارد بشین. وارد سوم بشین و یک زنجیر بزن. دوباره این الان شد دومین گلبرگ ما. خب دوباره سومی، 1 2 وارد همون خونه بشین و 2 تا یکی کنی. وقتی به این حالت رسیدین برگردین سمت خودتون و وارد 4می بشین. همینطوری باید ادامه بدین تا 12 تا گلبرگمون ایجاد بشه. دو، سه، 4 5 6. ما سرعت ویدیو رو تغییر ندادیم تا شما به راحتی و آروم متوجه کل بافت از ابتدا تا انتها بشید و بتونین این موتیف رو به راحتی ببافید و بعد از اون برای بافت بولیز از اون استفاده کنید.
از شما ممنونیم که تا اینجای ویدیو نگاه گرمتون رو از ما دریغ نکردین. لطفاً کانال ما رو دنبال کنین و داخل کامنت ها به ما بگین که دوست دارین آموزش بعدی چه آموزشی باشه. ممنونم از شما. به این صورت 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و اینم الان دیگه آخریش میشه. خب آخری من با شما برم 1 2 دور قلاب وارد همون خونه آخری بشید و شروع کنیم باهاش یه پایه زدن به این صورت. بعد اینو برگردونید سمت خودتون و حالا باید وارد آخرین خونه بشید. آخرین خونه ما کجاست؟ اینجا باید وارد بشید. وارد میشین آخرین خونه رو و دیگه اینجا یه زنجیر نمیگیرین، همینو میبندین که دیگه اینجا بافتتون تموم بشه. همونطور که میبینین ما الان 12 تا گلبرگ ایجاد کردیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا. اینم پشت کارمون هست. حالا میریم برای رج بعدی. یک زنجیر بزنین. حالا پشت کار رو اگه نگاه کنین پشت گلبرگ ها 2 تا زنجیر هست. زنجیری که به داخل کار هدایت شده اون رو باید وارد بشید و 2 تا زنجیر ازش بگیرید. این 2. حالا میرسیم به اینجایی که بین 2 تا گلبرگه. اینجا وارد میشین و به این صورت یه زنجیر ازش بگیرید. دوباره این گلبرگ دوم 2 تا زنجیر داره. زنجیر داخلی رو وارد بشید و 2 تا زنجیر ازش بگیرید. بین 2 تا گلبرگ وارد بشید و یه زنجیر ازش بگیرید. دوباره پشت گلبرگ 2 تا زنجیر هست. زنجیر دومی رو وارد بشید و 2 تا زنجیر ازش بگیرید. ما بین 2 تا زنجیرم یه دونه. همینطوری باید ادامه بدید تا این حالتی که اینجا میبینید برای این ورم ایجاد بشه. خب بریم تا با هم دیگه ادامه بدیم.
از شما ممنونیم که نگاه گرم و زیباتون رو از این ویدیو دریغ نکردین. لطفاً کانال ما رو دنبال کنین و با لایک و کامنت به ما انگیزه بدید. قسمت بعدی آموزش رو در پست بعدی با ما همراه باشید.